واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان نهایت گرامی، بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر باید داشته باشید در قسمت گذشته این برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی شروع کرده بودیم در بیان احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در باب اذان وارد شده بود و در مورد فضیلت اذان و فضیلت مؤذنین احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را خدمت شما تقدیم کردم و همچنین در مورد مشروعیت اذان حدیث مالک بن حویریث که آن را اصحاب صحاح سته روایت کرده بود، آن را هم خدمت شما عرض کردم و در ادامه آن در این قسمت هم خدمت شما حدیث مشهوری در باب اذان که آن را عده‌ای از علما روایت کردند، جمله امام ترمذی و همچنین امام ابو داود و همچنین امام احمد از صحابی جلیل القدر به نام عبدالله بن زید. حدیث مشهوری است و با الفاظ متعدد روایت شده، در بعضی روایت ها مطول و دراز و در بعضی روایت ها کوتاه و مختصر. از این جمله این روایت امام ابو داود و امام ترمذی و امام احمد است که عبدالله بن زید می فرماید طاف بی و انا نائم رجل فقال، هنگامی که من خواب بودم شخصی نزد من آمد و در اطراف من چرخ زد و برای من گفت تقول الله اکبر الله اکبر، تو در اذان باید چنین بگویی الله اکبر الله اکبر. بعد عبدالله بن زید میگه فذكر الاذان بتربیع التکبیر بغیر ترجیع، اذان را الفاظ اذان را همه را برای من ذکر کرد با 4 بار گفتن تکبیر و بدون ترجیع در شهادتین، در اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، بدون ترجیع مسکی در اول بار که اشهد ان لا اله الا الله میگی به شکل آهسته و بدون دراز کردن آواز آن را بگویی و بار دوم که اشهد ان لا اله الا الله میگی باید آواز دراز بکنی و بلند هم باید بوده باشه و در همچنین در اشهد ان محمد رسول الله. والاقامه فرادا، و این شخصی که در خواب نزد ما آمده بود و این شخص برای ما اقامت را هم یاد داد، لیکن اقامت را فرادا یاد داد، یعنی یک بار، بخلاف اذان که در شفع بود یعنی 2 بار بود و تکبیر 4 بار بود و در اذان اقامت برای ما کلمات اقامت را یک بار تعلیم داد. الا قد قامت الصلاه، مگر قد قامت الصلاه را 2 بار برای ما تکرارا گفت. فلما اصبحت، این عبدالله بن زید صحابی جلیل القدر میگه که فلما اصبحت، وقتی که ما صبح از خواب بیدار شدم، اتیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدم و این قصه را و این حکایت و این خواب خود را نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عرض کردم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند انها لرؤیا حق، این رؤیا و خواب حق است. راوی این حدیث دوستان عزیز همچنان گفتیم عبدالله بن زید است که کنیه‌شان ابو محمد انصاری خزرجی بود، از قبیله انصار و از قبیله بنی خزرج بود و از جمله کسایی بود که در عقبه حاضر شده بودند و در مکه مکرمه در بیعت العقبه حاضر شدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت کرده بودند و در مدینه منوره در غزوات از جمله غزوه بدر، غزوه حنین، غزوه احد و غزوه احزاب و دیگر غزوات با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شریک بودند و بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم در مدینه سکونت میکردند تا اینکه در سال 32 هجری در مدینه منوره وفات کردند و در بقیع الغرقاد دفن شدند. و سبب این حدیث این است که در بعضی روایت های این حدیث میگه که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره آمدند
و در مدینه منوره تعداد مسلمان ها افزایش یافت، زیاد شد و پیغمبر صلی الله علیه و در فکر ازی شدن که باید یک وسیله بوده باشه که ما توسطی از او مسلمان ها را به طرف نماز بخوانیم و مسلمان ها را با داخل شدن وقت نماز خبر بدهیم و آنها را برای حاضر شدن به جماعت و مسجد فراخوانیم. لذا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با صحابه کرام مشوره کردند و تعدادی از صحابه کرام مشوره به این دادند که ما بوق را استعمال کنیم و ناقوس را استعمال کنیم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این مشوره رد کردند. گفت ناقوس وسیله است که او را نصارا استخدام میکنه. البته ناقوس یک آله است از چوب ساخته میشه که با او زده میشه و توسط از او نصارا مردم را در وقت عبادتشان برای عبادتشان میخوندند و عده از صحابه مشوره دادن که نه، باید ما بوق را استعمال کنیم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این مشوره را هم رد کردن. گفت بوق وسیله است که او را یهود استخدام میکنه، ما نمیخوایم که با یهود و نصارا خود را مشابهت بدهیم، لذا اون را هم رد کردن و بوق وسیله است که در او به توسط نفخ یا پف کردن صدا از او بیرون میشه و توسط از او نصارا یهودی ها خود را مردم را به طرف عبادت خود میخواندن. و عده هم گفتن که ما از آتش استفاده کنیم، وقت نماز میشه آتش در بتیم تا که مردم خبر شود که وقت نماز داخل شده و به طرف مسجد بیاین. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این مشوره را هم رد کرد، گفت استخدام آتش و این شباهت است با مجوس و ما نمیخوایم که با کفار خود را شباهت بدهیم، لذا این مشوره هم رد شد و بر این به هیچ مشوره خوبی نرسیدن. و بعد از او این صحابی جلیل قدر عبدالله بن زید میگه که در خواب دیدم که شخصی نزد من میآید. در روایت دیگر میگه فطاف بی و انا نائم رجل يحمل ناقوسا، ما شب خواب بودم دیدم یک شخصی آمد بر گردن خود ناقوس برداشته، اما آله‌ای که نصارا را به خاطر نماز خواندن به خاطر دعوت به طرف نماز استخدام میکنه او را با خود برداشته و نزد ما آمد. میگه فقلت یا عبدالله اتبیع الناقوس، ما برای شخص گفتیم که بنده خدا آیا تو ناقوس را میخوای برای من بفروشی با سودا برسانی؟ قال و ما تصنع به، شخص در جواب گفت که اگر من این را برای تو بفروشم تو چی میخوای بایی بکنی؟ قلت ندعو به الى الصلاه، ما این را میخرم از تو به خاطر که توسطی از ما مردم را به طرف نماز فرا بخوانیم. قال افلا ادلك على ما هو خیر من ذلك، این شخص برای ما گفت که آیا ما تو را به چیزی دلالت نکنم که از این کرده چیزی بهتری بوده باشه، یعنی با کلماتی را مثلا دلالت میکنم که نطق که از او کلمات بهتر است از زدن در ناقوس. قلت بله، عبدالله بن زید میگه که بله این کار را اگر برای ما بکنی این کار خوب و بهتری است. فقال تقول الله اکبر الله اکبر فذكر الاذان، و این شخص برای ما گفت که تو با این کلمات میتونه که شما مسلمان ها مردم را به طرف نماز فرا بخوانند و او کلمات را میگه شروع کرد برای ما یک و یک یاد داد که الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قام الله اکبر لا اله الا الله. حضرت عبدالله بن زید میگه این کلمات را برای ما یک و یک این شخص یاد داد و بعد از او تکمیل حدیث قسمی گفتیم که صبح میشه حضرت عبدالله بن زید نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میآید و برای از او خواب خود را قصه میکنه و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای از او میگه که انها لرؤیا حق، این خواب حق است. و بعد از او حضرت بلال بن رباح را فرا میخوانه و برای عبدالله بن زید میگه که کلماتی که در خواب امو شخص برات یاد داد و کلمات را با بلال بن رباح تلقین کو و عبدالله بن زید کلمات را با بلال بن رباح تلقین میکنه و حضرت بلال بن رباح استاد میشه و توسط این کلمات در 5 وقت نماز مردم را به طرف نماز فرا میخوانه. احکامی که علما از این حدیث استنباط کردن، اولا این حدیث دلالت میکند بر مشروعیت اذان و دلالت میکنه به الفاظ اذان که هم اذان یک امر مشروع است در نمازهای پنجگانه و همچنین الفاظی که در اذان باید استخدام شود این الفاظی است که در این حدیث آمده، این الفاظی است که این شخص برای عبدالله بن زید در این حدیث تعلیم میدهد. و همچنین حدیث عبدالله بن زید گفتم که در سنن ترمذی و الفاظی که در سنن ترمذی و در سنن ابو داود و احمد آمده
که گفت که به تربیع تکبیر دلالت میکند که تکبیر الله اکبر باید چند بار گفته شود؟ 4 بار گفته شود و این رأی جمهور علما و اکثر علماست و بعضی از علما از جمله امام ابو یوسف صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیهما و همچنین روایتی از امام مالک نظرشون به این است که تکبیر همچنان باقی کلمات اذان تثنیه گفته میشه، 2 بار گفته میشه. اما این رأی مرجوح است، رأی اکثر علما جمهور علما و نظر به این حدیث این است که تکبیر در اذان 4 بار گفته می شود. و همچنین کلمه دیگری که در این حدیث آمده بدون ترجیع یا دون ترجیع، این دلالت به این میکند که ظاهر این حدیث دلالت به این میکند که در کلمه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله ترجیع نیست، ترجیع سنت و مستحب نیست. و ترجیح گفتیم این است که اشهد ان لا اله که 2 بار گفته می شود، در بار اول آهسته گفته شود و در بار دوم با آواز بلند و آواز طولانی. و همچنین اشهد ان محمد رسول الله که 2 بار گفته میشه، در بار اول با آواز آهسته و مختصر و در بار دوم با آواز طولانی و بلند گفته شود. و این رأی احناف است، استدلال کردن به ظاهر این حدیث گفتن که ترجیع مشروع نیست در اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اما جمهور علما و اکثر علمای مذاهب ثلاثه، امام شافعی، امام مالک و امام احمد و دیگر علما نظرشون به این است که ترجیع سنت و مستحب است. در وقتی که مؤذن به اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله نطق میکنه باید ترجیع را مراعات بکنه. و استدلال کردن به حدیث ابو محذوره ما همچنانی که قبلا براتون گفتم که ابو محذوره شخصی بود که در غزوه حنین مسلمان میشه و بعد از اینکه مسلمان میشه پیغمبر صلی الله علیه و آله میبینه که این شخص آواز جهوری و بلند و آواز مقبولی داره. این را پیغمبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله نزد خود میخوانه و برای از این الفاظ حدیث را تعلیم میده و بعد از اون میگه که تو برو در مسجد الحرام در مکه مکرمه مؤذن باش. امام مسلم از این شخص از ابو محذوره روایت میکند که حضرت ابو محذوره فرمودند که پیغمبر صلی الله علیه و آله برای ما کلمات اذان را تعلیم داد. وقتی که به اشهد ان لا اله الا الله رسید بر بار اول گفت که تخفض بها صوتک، در بار اولی اشهد ان لا اله الا الله وقتی یاد داد گفت که تخفض بها صوتک. و میگه که وقتی که به اشهد ان لا اله الا الله بار دوم باز در مرتبه دوم یاد داد برای ما گفت که ترفع بها صوتک، که بار دوم صدای خود را با این کلمه بلند کن. بعد از گفت که اذهب فاذن فی المسجد الحرام. علما گفتن که این حدیث ابو محذوره متأخر است، چون ابو محذوره در سال حنین در عام الفتح بعد از غزوه حنین مسلمان شدند و اما حدیث عبدالله ابن زید متقدم است، پس عمل به حدیث متأخر میشه و این حدیث هم حدیث صحیح است، در صحیح مسلم روایت شده و عمل به حدیث متأخر میشه. لذا ترجیع سنت و مستحب است در اذان در وقت نطق کردن به اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و همچنین از جمله احکامی که علما از این حدیث استنباط کردن این است که در روایت آمد که والاقامه فرادا الا قد قامت الصلاه، که حضرت عبدالله ابن زید میگه که این شخص برای ما اقامت را با استعمال یک بار کلمات مرا یاد داد، یعنی یک بار اقامت را برای ما گفت مگر قد قامت الصلاه را 2 بار. و این حدیث دلالت میکنه به اینکه اقامت یک بار گفته میشه و اذان 2 بار که با تکبیر 4 بار گفته میشه. و این رأی جمهور علماست، علمای مذهب حنابلة و علمای مذهب شافعی و علمای دیگری. زیاد علما به این نظر هستند که تکبیر یک بار گفته میشه و اقامت 2 بار. و نظر به این حدیث و همچنین استدلال کردن به حدیث دیگری که امام بخاری او را از صحابی جلیل القدر انس بن مالک روایت میکند که ایشان فرمودند امر بلالا ان یشفع الاذان و یوتر الاقامه الا الاقامه، ان النبي صلی الله علیه وسلم امر بلالا ان یشفع الاذان و یوتر الاقامه الا الاقامه، که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با مؤذن خیش بلال بن رباح امر کردند که اذان را شفع بگویند، یعنی 2 بار بگویند با تکرار بگویند، و اما اقامت را یک ویتر بگویند، یعنی یک بار بگویند الا الاقامه مگر اینکه قد قامت الصلاه 2 بار گفته شود. و همچنین حدیث دیگری استدلال کردن به حدیث دیگری که او را امام ابو داود و امام نسائی از صحابی جلیل القدر حضرت عبدالله ابن عمر
رضی الله عنهما روایت میکند که ایشان فرمودند انما كان الاذان على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتين والاقامه مره. در عهد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سنت بر این بوده که اذان دو بار گفته می شود، کلمات اذان دو بار تکرار کرده می شد و اقامت یک بار گفته می شد و این هم نقل میکنه سنتی که جاری بوده در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و دلالت به این میکنه که اذان دو بار گفته میشه و شفع گفته میشه و اقامت یک بار. اما مذهب مالکی، مذهب امام مالک، نظر آنها به این است که حتی اذان دو بار گفته می شود و اقامت یک بار گفته می شود، حتی قد اقامت صلات هم یک بار گفته می شود. لیکن این رأی ضعیف و مرجوحی است، چون در احادیث متعددی آمده که اقامت استثناء شده و گفتن قد اقامت صلات استثناء شده، گفته شده که این باید دو بار گفته شود. چون مقصود از اذان چی است؟ مقصود از اذان است که مردم به طرف نماز تو دعوت میتی، خبر میتی که وقت نماز داخل شده. مردمایی که اصلا حضور ندارن، در خانه های خود هستن، در کار خود هستن، اونها را به داخل شدن وقت نماز خبر میتی. در اینجا مشروع چی است؟ مشروع است که باید از کلمات اذان تکرارا گفته شود و همچنین اذان با آواز بلند باید گفته شود. اما اقامت خبر دادن است برای کسایی که در مسجد حاضر هستند، حضور دارند و خبر دادن حاضرین ضرورت به بلند کردن آواز و ضرورت به تکرار الفاظ نداره، لذا در اقامت نه بلند کردن آواز مشروع است و نه سنت است و نه تکرار الفاظ، لذا یک بار گفته میشه و آواز هم مثل اذان واری بلند کرده نمیشه، مگر اینکه قد اقامت الصلات، چون اقامت نماز یعنی مطلوب است، شیء مطلوب است و مردم را تو به اقامت نماز خبر میتی، مردم های حاضر در مسجد به اقامت نماز خبر میتی، لذا قد اقامت الصلات دو بار گفته شود اما دیگه کلمات یک بار و این رأی جمهور علما است. و اما علمای احناف رحمت الله علیهم نظرشون به است که حتی الفاظ اقامت باید مثل الفاظ اذان بوده باشه، هیچ فرقی نیست در بین الفاظ اذان و الفاظ اقامت، همچنانه که در الفاظ اذان با تکرار گفته می شود، همین قسم الفاظ اقامت هم با تکرار گفته می شود. و آنها دلیل گرفتن به حدیثی که امام دارقطنی و همچنین عبدالرزاق در مصنف خود او را روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله ان بلالا، صحابی راوی میگه که ان بلالا کان یثنی الاذان والاقامه، که بلال هم اذان را و هم اقامت را دو بار میگفتند. اما این حدیث را علما گفتند که در انقطاع است و حدیث مقطوع یکی از جمله احادیث ضعیفی است، لذا به حدیث استدلال نمیشه. و همچنین حدیث دیگری امام ترمذی رحمت الله علیه روایت میکنه که کان اذان رسول الله صلی الله علیه و سلم شفعا فی الاذان والاقامه، که اذان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شفع بود، یعنی دو بار بود، هم در اذان و هم در اقامت. این حدیث را امام ترمذی روایت میکند و در عین وقت حکم به انقطاع حدیث میکنه، حدیث مقطوع است. لذا علما گفتن که مادام امام ترمذی خودش از جمله کسایی است که حکم به حدیث میکنه و حکم به انقطاع این حدیث کرده و گفته که این حدیث مقطوعی است، لذا به این حدیث هم استدلال نمیشه. در مورد از اینکه کدام رأی علما ترجیح دادن، رأی جمهور علما را یا رأی مذهب حنفی را، عده از علما رأی مذهب جمهور علما را ترجیح دادن. از جمله امام خطابی گفتن که رأی مذهب جمهور علما که از آن باید دو بار گفته شود و اقامت یک بار، این رأی راجح هست. همچنان که امام خطابی میگه اسناد تثنیه الاذان و افراد الاقامه اصح الروایات، روایتی که در مورد دو بار گفتن اذان و یک بار گفتن اقامت روایت شده، اسناد این روایات صحیح تر است از او که احناف روایت کردن، از روایتی که اقامت را یک بار گفته شود و اقامت مثل اذان است، از او که اسناد ازی بهتر است. میگه و علیه اکثر من الامصار، و اکثر شهرهای اسلامی به می کار عمل میکنن که اذان را تکرارا میگن و اقامت را یک بار میگن. و جرى العمل بها في الحرمين والحجاز واليمن و مصر، شهرهای زیادی را ذکر میکنه که عمل بنا به می بوده و لذا این رأی ارجح است. اما بعضی از علما از جمله ابن عبدالبر و اسحاق ابن راهوی رأیشان است که هر دو صحیح است و مؤذن اختیار داره
که این رأی اختیار کنه یا او رأی اختیار کنه، چون هر دویش در احادیث وارد است. لذا مؤذن مختار است که اقامت را یک بار میگه یا اقامت را مثل اذان دو بار تکرار میکنه و هر دوش رأی به هر یکی که عمل کنه عمل صحیح است و مطابق سنت است و هیچ اشکالی نداره. دوستان عزیز، بعد از دیدن یک میانه برنامه دوباره خدمت شما هستم با بیان احکام دیگری از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که در مورد اذان وارد شده. با ما باشید. تسير الخطى في دجى الحيرة وتقضي الزمان بغير اعتبار ويدك أبصر من الغفلة ولا تاك يوما مع السادرين وتحيا بعيدا عن السنة. بچه ها نماز، بچه ها نماز وحاذر أخي من الزلة ولا تسترح للهوى برهة. فروه رضی الله عنها روایت می کند که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرسیده شد کدامین عمل بهتر است؟ فرمودند برپا داشتن نماز در اول وقتش. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان گرامی، در قسمت اول این برنامه خدمت شما دوستان عزیز حدیث مشهوری که در باب اذان وارد شده بود، روایت شده بود که حدیث عبدالله ابن زید است. با روایات مختلفی از او در کتاب حدیث ذکر کردم و احکامی که از او علما استنباط کردن این احکام را خدمت شما عرض کردم. و در این قسمتی از برنامه هم ادامه ما درباره ابواب نماز است، ادامه سخن ما درباره ابواب نماز است. و از جمله سنت های اذان این است که در اذان صبح باید کلمه الصلاة خیر من النوم اضافه کرده شود و این را علما در کتاب‌های فقه به نام التثویب یاد میکنن. وقتی که التثویب میگن مطلبشان گفتن الصلاة خیر من النوم است و این در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است و این یک امر مجمع علیه است. علما به این اجماع دارند که در نماز فجر باید مؤذن کلمه الصلاة خیر من النوم را دوبار بعد از حی علی الفلاح بگوید. از آن جمله حدیث است که امام بیهقی و امام دارقطنی و امام ابن خزیمه او را روایت میکند و آن را ابن خزیمه رحمت الله علیه صحیح هم میگه از صحابی جلیل قدر خادم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انس بن مالک رضی الله عنه که ایشان فرمودند من السنة اذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. از امور سنتی از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این است که وقتی که مؤذن در نماز فجر حی علی الفلاح میگه باید بعد از او چی بگه؟ الصلاة خیر من النوم بگوید. و همچنین امام نسائی از صحابی جلیل قدر ابو محذوره روایت میکند. ابو محذوره گفتیم که شخصی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را برای اذان دادن در مسجد الحرام تعیین کرده بود. مؤذن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مسجد الحرام بود و این صحابی جلیل قدر میفرماید که كنت آذن لرسول الله صلی الله علیه و سلم فكنت اقول في اذان الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. میگه که ما
خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و اذان میدادم، مؤذن بودم در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و بعد از در اذان فجر بعد از گفتن حی علی الصلاة حی علی الفلاح ما الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم دوبار این کلمه را تکرار میکردم. و همچنین حدیث دیگری امام ابو داود رحمت الله علیه از این صحابی جلیل قدر ابو محذوره رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند علمنی رسول الله صلی الله علیه و سلم الاذان و قال، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما اذان را تعلیم داد و برای ما گفت. قبلا گفتم که ابو محذوره در غزوه حنین مسلمان شد و بعد از او رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دید که این شخص آواز جهوری و آواز خوبی دارد، او را نزد خود خواست و برای از او کلمات اذان را تعلیم داد و بعد از او گفت که برو تو در مسجد الحرام مؤذن باش. وقتی که میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما کلمات اذان را یاد میداد، گفت که اذا كنت فی اذان الصبح فقلت حی علی الفلاح فقل الصلاة خیر من النوم. وقتی که در اذان در نماز صبح بوده باشی برای نماز صبح اذان میتی و حی علی الفلاح گفتی و بعد از او که الصلاة خیر من النوم. و همچنین امام بیهقی و امام طبرانی از صحابی جلیل قدر حضرت عبدالله بن عمر روایت میکند که ایشان فرمودند کان الاذان بعد حی علی الفلاح قال الصلاة خیر من النوم. اذان در عهد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنین بوده که در اذان فجر بعد از حی علی الفلاح الصلاة خیر من النوم میگفتند. پس این حدیث و احادیث دیگری در این باب روایت شده همه دلالت به این میکند که سنت در اذان فجر این است که بعد از گفتن حی علی الفلاح باید الصلاة خیر من النوم دوبار گفته شود و این امر مجمع علیه در بین علماست و علما در این مورد اختلاف نظری ندارند. همچنان دوستان عزیز از جمله سنت های اذان این است که اذان در جمله سنت ها و مستحبات اذان این است که در نماز فجر دو اذان داده شود. اذان در نماز فجر دو اذان داده شود، یکی قبل از داخل شدن وقت فجر و یکی هم بعد از داخل شدن وقت فجر. در این مورد حدیث متفق علیه است از عبدالله بن عمر و همچنین از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنهما روایت شده است که ایشان فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای صحابه کرام فرمودند ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم، که بلال از طرف شب اذان میدهد قبل از اینکه وقت فجر داخل میشه بلال اذان میدهد و در روایت این است که فلا یمنعنکم اذان بلال، شما را از خوردن و نوشیدن اذان بلال منع نکنه. کسایی که روزه میگیرن، کسایی که در ماه مبارک رمضان قرار دارن آنها را اذان بلال از خوردن و نوشیدن منع نکنه. میگه فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم، شما بخورین بنوشین تا که ابن ام مکتوم اذان میدهد. پس سنت در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این بوده که حضرت بلال اولا اذان میداده و بعد از او وقتی که هنگامی که وقت نماز فجر داخل میشده باز عبدالله بن مکتوم اذان میده. بعد از او صحابی میفرماید، صحابی راوی حدیث میفرماید که و کان رجلا اعمى لا ینادی حتی یقال له اصبحت اصبحت، که عبدالله بن مکتوم انسان نابینا بود، صحابی بود که مکفوف البصر بود، نابینا بود و نمیفهمید که وقت فجر داخل شده یا نشده و شخص برای از وقتی که برای از گفته میشد که اصبحت یعنی وقت صبح داخل شد، وقت نماز فجر داخل شد و بعد از این صحابی جلیل قدر بلند میشد و برای اذان فجر اذان میداد. پس این حدیث دوستان عزیز دلالت میکند به اینکه در فجر دو اذان مشروع است. اذان اول برای خبر دادن برای وقت نماز نیست. حکمت از اذان اول این است که مردم را به داخل شدن وقت نماز اذان بدهی، بلکه حکمتی از او در بعضی از روایات حدیث آمده پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرماید که لیوقظ نائمکم و یرجع قائمکم. حکمتی اذان اول است که کسایی که از شما خواب هستند میخوان که قسمت آخر شب را عبادت کنن، آنها را بیدار میکنه. یک عده از شما قسمت اول شب را خواب میشه و همچنین قسمت وسط شب را خواب میشه و در قسمت آخر شب میخواد که نماز بخونه. این اذان آنها را برای نماز خواندن بیدار میکنه. و یرجع قائمکم، و یک عده از شما که قسمت دوم شب را نماز خوانده و میخواد که قسمت اول آخر شب را خواب کنه، آنها را هم خبر میده که
آنها وقت قسمت آخر شب فرا رسیده میتونن که نماز بس کنن و به خواب فرو روند تا که به نماز فجر دوباره بیدار شوند. پس حکمت این اذان اول این است که مردم کسانی که قسمت اول شب را خواب شدن میخوان که قسمت آخر شب نماز بخوانند، آنها را بلاغ و خبر برای از آنهاست و همچنین خبر دادن است برای کسایی که قسمت اول شب را نماز خواندن و در قسمت آخر شب میخوان که خواب شوند. پس این حدیث اولا دلالت میکند به مشروعیت اذان فجر که در اذان فجر دو اذان است و اذان اول قسمی گفتیم که برای خبر دادن کسایی است که در قسمت آخر شب نماز میخوانند و اذان دوم برای خبر دادن است به داخل شدن وقت نماز. و همچنین این حدیث دلالت میکند به اینکه خوردن و نوشیدن در ماه مبارک رمضان و برای کسی که نماز روزه میگیره تا وقت اذان فجر، تا وقت داخل شدن فجر درست است. تا که اذان فجر داده میشه، وقتی فجر داخل میشه، انسان میتونه که از نعمت خوردن و نوشیدن استفاده کنه. و همچنین حدیث دلالت میکند به اینکه اذان دادن نابینا درست و جایز است. اگر شخص نابینا من آواز خوب داره، آواز جهوری داره، من حیث مؤذن گماشته میشه، هیچ اشکالی نداره. و همچنین حدیث دلالت به این میکند که در یک مسجد جایز است که چند مؤذن بوده باشه، همچنان که در مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و دو مؤذن بوده، یکی بلال بن رباح و دومی عبدالله بن مکتوم. لذا وقتی که ابن عبدالبر رحمت الله علیه میگه وقتی که دو مؤذن جایز است، از دو مؤذن بیشتر هم جایز است، اشکالی نداره. در یک مسجد اگر 5 مؤذن گماشته میشه که در هر اذان، در هر وقت نماز یک مؤذن اذان میده، هیچ اشکال و هیچ باکی نداره. و اما در مورد از اینکه اذان فجر چه وقت باید داده شود، اذان اول، اذان دوم که هیچ اشکالی نیست که در وقت فجر داخل میشه اذان دوم داده میشه، لیکن اذان اول چه وقت داده شود؟ در این مورد عده از علما گفتن که اذان فجر در وقت سحوری، یعنی 1 ساعت قبل از اذان فجر باید داده شود. اذان اولی 1 ساعت قبل از اذان فجر که وقت سحور گفته می شود، تا که باشد خبرداری برای کسایی که سحوری میکنن و برای کسایی که در قسمت آخر شب نماز میخوانن، برای از او بلاغ و خبر برای از اونها باشد. لذا 1 ساعت قبل از اذان فجر باید اذان اول داده شود. و امام نووی رحمت الله علیه میگه که اذان فجر از نصف آخر شب مشروع است و ما بعد، یعنی وقتی که نصف آخر اول شب خلاص میشه، نصف دوم شب داخل میشه، از این وقت اذان اول فجر شروع میشه تا قبل از اذان فجر، تا هر وقتی که بودی درست و جایز است. و عده علما میگن که در هر حصه شب اگر داده شود اشکالی نداره، یعنی اگر در اول شب اذان میتی، در وسط شب اذان میتی، در آخر شب اذان میتی، بعد از نماز عشاء و قبل از اذان فجر، در هر وقتی از شب که اگر اذان داده شود اشکالی نداره. و روایت ها هم در این مورد موجود است. دوستان عزیز، وقتی برنامه ما خاتمه یافته، لذا با شما خداحافظی میکنم و ان شاء الله در قسمت آینده با شما هستیم با احکام دیگری از احکام اذان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.